وای وای این چه بلایی بود بر سر ما اومد. آقا یه مشتری عزیز داشتیم اومده اینجا کارت کشیده، تراکنش موفق 80 میلیون. خیلی خوب گفتیم اومده حساب دیگه، تراکنش موفق رو داده، رفتیم بانک پرینت گرفتیم نیومده حساب، تحقیق این بر اون بر، حالا گرفتنش. نگو این کارت حباب داره، پرسجو کردیم از آگاهی گفته که این کارتایی که برای شما میکشن حتما باید اسمش روی کارت باشه، با کارت ملیش عدت بدین. کارتی که بینام و نشونه حباب داره توش، کارتا رو 5 میلیاردش رو میدن 5 میلیون میدن دست آقایون بیشرفی که میخوان اخاذی کنن از مردم. حواستون رو جمع کنید. خب الان چند روزی ما درگیر این قصه هستیم و رفتیم آگاهی گفتن که اینجوری شده، آقا کارت حباب داشته برای شما کشیده و تراکنش موفق زده. خب مشتریای ما از کل ایران میاد. ببین اینو بفرستیم برای تمام عزیزانتون که کاسب هستن و توی بازار دارن کار میکنن، سرشون کلا نره. خیلی دوستتون دارم، فدایی دارین بچو.